دندون خرگوشی ترند این روزای چین. شیاوژان و نایون توایس از جمله سلبریتی‌های مشهوری هستند که دندون خرگوشی دارن. دندونای خرگوشی از اونجایی که بزرگتر هستن زودتر دیده میشن، مثل بچه‌ای که تازه داره دندونای شیریشو با دندونای اصلی عوض میکنه. یه سریا توی اینترنت نوشتن داشتن دندون خرگوشی باعث میشه 20 سال جوان‌تر دیده بشن. افرادی که دندون خرگوشی بودن نوشتن که قبلا خیلی به خاطر دندوناشون خجالت میکشیدن و حتی نمیتونستن تو عکس‌ها بخندن، اما حالا همشون دارن با افتخار دندوناشون رو نشون میدن. اینفلوئنسرهای چینی دارن کلی پول خرج میکنن تا این مدل دندون رو داشته باشن. این بلاگر گفته نزدیک به $5000 خرج کرده تا دندوناشو این شکلی کنه. و حتی برای اونایی که نمیخوان برن دندون پزشک، فیک این دندونا رو ساختن. و یا حتی یه سریا با خط چشم این کارو میکنن.